اصلا برو مامان جونو در باز کن. سلام قربونه مامان. سلام سلام دورت بگردم. دلم برات یه زمان شده بود. سلام عزیز، دلم برات شده بود. عزیزم خوش اومدی. ای جان چه عجب از این ورا مامان. قربونت داماد جان. گفتم این چند روزی که این بچه درسش تموم شده بیام یه سری به دختر و داماد عزیزم بزن. خب مامان معلومه خیلی هم خسته راید. عزیزم یه چای بردار بیار خستگیشون در بیاد. باشه عزیزم الان میارم. داماد جان چیکار کردی؟ کاری چیزی پیدا نکردی؟ اساسای خونتونم که همون قدیمی هست. مامان جون علی یه کار پیدا کرده، فردا قراره بره مصاحبه. حالا ایشالله که جور شد، دعا کن. ایشالله به امید خدا. جانم. آره من مطمئنم تو کارش موفق میشه. تو لایق بهترینایی. خیلی ممنون، اینجوری هم نیست، لطف داری. مامان جان من یه خورده سرم درد میکنه، اگه اجازه بدی من یه چرتی برم بزنم. میخوای من جاتو بندازم؟ آبجی نیازی به رخت خواب نیست، زحمتت میشه، خودمون تخت داریم، رو تخت میخوابه. اسما دوست داشتی من مامانت بودم؟ نه تو خالم. خالت نه، میخوام مامانت باشم. خودم مامان دارم. دلارم این شلوار من کن، میخوام برم مصاحبه، دیرم شده، 1000 بار بهت گفتم اینو جابجا نکن. الان میام برات پیدا میکنم عزیزم. باز من براش پیدا میکنم. مامان یه لحظه بیا کارت دارم. مامان یه چیزی به حدیث بگو، خیلی دمپر علی میپلکه ها. این سری نگاه نمی کنم که مهمون خونمه، یه چیزی بارش میکنم.